قشنگای من، امروز اومدم بهتون بگم که رنگ ریشتون رو تو خونه چجوری انجام بدین. اگه ویدیو رو تا آخر ببینید ترکیب رنگ موهای خودم هم براتون گذاشتم. خیلی ازم سوال میکنید که چه رنگ مویی روی ریشه‌هات میذاری؟ پس تا آخر ویدیو حتما با دقت ببین که ترکیب رنگش رو یاد بگیری. فقط یه نکته داره که موهای من نزدیک به 35% تقریبا توش سفیدی داره بچه‌ها. اولین کاری که شما میکنید رنگ موهاتون رو درست میکنید. یه مقدار اگر سفیدی دارین باید رنگتون غلیظ‌تر باشه. حجم رنگیتون رو یه مقداری کنار کاسه میگیرین. از همین وسط بچه‌ها شروع کنید. اگه خیلی سفیدی دارین از این قسمت شقیقه هاتون یه چند تا قلم بزنید که سفیدیاتون سریعتر بگیره. اگه نه سفیدیاتون خیلی تراکمش پخشه که مثل مال منه که نمیخواد، از همین وسط شروع میکنید. موهاتون یه فر باز میکنید، یه قلموی کوچیک بردارین، خیلی بزرگ نباشه، تقریبا متوسط باشه. به همین راحتی اندازه ای که موهاتون در اومده قلم میزنید. قشنگ یه فرق نازک باز میکنم. دوباره به همین صورت قلم میزنم. هیچ کار سختی نیست بچه ها. یکم تمرین کنید خودتون یاد میگیرید. فقط یادتون باشه مقدار رنگی که میذارید روی موهاتون خیلی نباید زیاد باشه، خیلی هم نباید کم باشه. همین میزانی که خودتون دارین تو ویدیو میبینید میتونید رو موهاتون بزنید. فقط فرقاتون رو خیلی نازک بردارید که قشنگ به همه جا رنگتون بخوره و تار به تار موهاتون آغشته به رنگ بشه. همینطوری ادامه میدیم. سکشنامون رو سعی میکنیم ظریف برداریم که همینطوری که میبینید خیلی خوب رنگامون به موهامون آغشته بشه و خیلی راحت یک سمت رو کاملا اپلای میکنیم رنگ رو روی ریشه هامون و وقتی تموم شد موها رو هدایت میکنیم از همون فرق وسط به سمت دیگه و اون سمت رو هم مثل سمت مقابل رنگمون رو میزنیم روی ریشه هامون و همین آسونی که دارید میبینید. فقط یه مقداری تمرین میخواد، چند بار که انجامش بدید خیلی ساده این کارو میتونید تو خونه خودتون انجام بدید. اینم از ترکیب رنگ موهام که قولشو داده بودم. خب قشنگای من، اینم از آموزش رنگ ریشه. فقط یه نکته‌ای داره که حتما باید بهتون بگم. من همیشه جلوی موهای خودم رو رنگ ریشه میذارم چون موهام نازکه و زود آسیب میبینه. معمولا سعی میکنم که پشت موهامو خیلی رنگ نذارم. سالی یه بار این کار رو انجام میدم. ولی اگه شما قراره که موهای خودتون رو کامل رنگ ریشه بذارید، الان بهتون یه توضیح کوتاهی میدم که اونم یاد بگیرین که قسمت پشت موهاتون رو چطوری باید رنگ کنید. خیلی راحته بچه‌ها. عین جلو میام یه فرق از اینجا باز میکنم، راحت میدم موهامو به دو طرف، رنگمو برمیدارم، از همین وسط رنگمو میذارم. بذار اینجوری کنم که تو آینه خوب ببینید. نمیدونم تصویر منو خوب دارید یا نه، ولی من دارم سعی خودم میکنم واقعا تا اونجایی که میشه شما خوب تصویر رو داشته باشید. ببینید یه سکشن دوباره از وسط جدا میکنم و شروع میکنم رنگم رو همینجور میذارم. دوباره این قسمت که تموم شد میام یه قسمت دیگه. ببینید دیگه دستتون رو باید بذارید کم کم روی موهاتون ببینید تا کجا رنگ کردید. اینا دیگه دستتون میاد یه ذره که تمرین کنید. همه رو تا یه قسمت که تموم شد میایم دوباره از همین قسمتی که رنگا رو گذاشتیم موها رو کامل هدایت میکنید به یه سمت و این قسمت موهاتونم رنگ ریشه میذارید. یه نکته دیگه هم هستش، اگه موهاتون سفیدی نداره حتما از قسمت پشت شروع کنید به رنگ ریشه گذاشتن، بعد قسمت‌های جلو رو برای خودتون رنگ کنید. اگه نه سفیدی داره حتما از قسمت جلو شروع کنید چون سفیدی‌ها بعد زمان طولانی تری رنگ روش بمونه برای که بهتر بگیره. اگرم موهای ضخیم‌تری دارین تایمتون رو از 45 دقیقه بیشتر کنید. اگر نه همون 45
دقیقه مکس براتون کافیه. امیدوارم که این آموزش کاربردی بوده باشه براتون. یه ویدیویی قبلا براتون ساختم که اونجا بهتون آموزش دادم ترکیب رنگ موهاتون رو با هوش مصنوعی انجام بدین. حتما برین اون ویدیو رو ببینین چون بهتون خیلی کمک میکنه که تو خونه رنگای خودتون رو خیلی قشنگتر و با دقت بیشتر بسازید. خیلی خوشحال میشم اگه منو سابسکرایب داشته باشین و لایک کنین ویدیوها رو، چون قرار هستش که بهتون آموزش‌های خیلی زیادی بدم که بتونید کاراتون رو تو خونه خیلی راحت انجام بدین. اگه استایل کردن مو رو هم دوست دارین که بهتون آموزش بدم، کلمه استایل رو برای من کامنت کنین. از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودین ازتون خیلی تشکر میکنم. مثل همیشه دوستتون دارم و مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.